دوستان عزیز به این ویدیو یک بار توجه کنید. حالا اگه مدرسه رو باز کنم دستپوششون هم هست. مدرسه رو باز کنم بچه‌ها درس بخونن، دختر درس بخونن، تو کشورشون پیشرفت کنه، پیشرفت وطنمون. خیلی آرزوی دیگه هم دارم. یک کودک مهاجر چند روز قبل از ایران اخراج شده چقدر با فهم و با شعور درباره بازگشایی مکاتب در افغانستان صحبت میکنه. یک فیلسوف آلمانی به اسم کانت هست، یک حرف بسیار جالب و معنادار راجع به آموزش انسان میگه انسان در ذات و در اساس خود شر مطلقه. فقط با آموزش است که انسان پا در خطه خیر میگذاره. انسانی که آموزش ندیده، انسانی که تربیت نشده در جهان امروز، در جهان پیچیده امروز نمیتونه انسانی و شرافتمندانه زندگی کنه. باید همیشه کارگر، باید همیشه اسیر، همیشه آواره باید باشه. اگر دروازه های مکاتب افغانستان باز نشود و یک رویکرد اساسی و عقلانی درباره آموزش و تربیت نسل نوین افغانستان اتخاذ نشود، به ویژه مکاتب دختران که مادران جامعه آینده افغانستان هست، دامنه منازعه و فاجعه و به ویژه مهاجرت مردم افغانستان سالها و سالها ادامه خواهد داشت.